روزها خیلی سوال از من میشه که وضعیت ریل استیت مارکت به چه نحو هست. الان مثلا هست بفروشیم، الان مثلا هست بخریم، موو کنیم، داون سایز کنیم. کاملا بستگی به شرایط شخصی خانوادگی افراد داره. برای کسانی که فروشنده هستن، حالا یا میخوان داون سایز کنن یا میخوان بفروشن برن اجاره بکنن، اصلا مصلحت نیست الان وارد مارکت فروش بشن، به خاطر اینکه الان در پایین‌ترین حالت قیمت ها ما قرار داریم. مگر اینکه اشخاص شرایط ویژه‌ای دارن، اضطرار دارن یا وضعیت تغییر شغلی پیدا کردن یا میخوان از کشور خارج بشن و پراپرتیشون میخوان بفروشن یا نمیتونن افورد کنن مورگیج رو، بدهی‌های بالایی دارن. به غیر از این 2-3 دسته که اضطرار دارن، اصلا ما پیشنهاد نمی‌کنیم الان وارد مارکت فروش بشید. در مقابلش کسانی که خریدار هستن، بهترین پیشنهادی که ما الان می‌کنیم که الان در واقع یکی از عالی ترین شرایطی هست که میتونید شما وارد مارکت خرید بشید. اینکه حالا شما فرست تایم هوم بایر باشید یا اینکه میخواید موو کنید، الان بسیار شرایط خوبی است و بهتر از همین امروز وارد مارکت بشید. به این دلیل که نرخ بهره‌ها کاهش پیدا کرده نسبت به چند ماه قبل و اینونتوری خیلی خوبی توی مارکت هست، قیمت‌های خیلی خوبی رو میدن فروشندگان و میتونیم خریدهای خیلی خوبی رو برای شما انجام بدیم. اصلا به این نگاه نکنید، مثلا کسانی که فرست تایم هوم بایر هستن که کجا میخرن. مهم اینه که خرید خوب بکنید با قیمت خیلی خوب و نرخ خیلی خوب. 2-3 سال صبر بکنید، پیمنتاتون رو انجام بدید، اکویتیتون رو افزایش بدید و یک نیم نگاهی هم به قیمت ها داشته باشید تا بتونید در چند سال آینده کمکتون کنیم که یا موو کنید، در واقع پراپرتیتون رو بزرگتر در جای بهتری داشته باشید یا اینکه سکند پراپرتی رو براتون خرید کنید. خوشحال میشم با ما تماس بگیرید تا با توجه به شرایط شخصی و خانوادگی بهترین پیشنهاد ما به شما بدیم. شما تماس من 647 551 44 87 و روی اینستاگرام و گوگل هم میتونید منو پیدا کنید. روز خوش، خدا نگهدار.